من اینو به خانم‌ها توصیه میکنم که همسری رو انتخاب کنید که دو چیز داشته باشه: یک، پول بزرگ و دو، جیگر بزرگ. چون واقعا زندگی ترسناکه، نیاز به شجاعت داره. من همیشه به شوخی به دوستان میگم ببین میخوای دختر خوب واسه ازدواج پیدا بکنی ساعت 6 صبح برو باشگاه انقلاب. چرا؟ چون اون که 6 صبح میاد اونجا داره ورزش میکنه، چون 6 صبح میاد بعدش هم میخواد بره سر کار، داره کارم میکنه. خب این آدم احتمالا مناسب تریه، با این میشه بهتر زندگی کرد. کسی رو انتخاب کنید که باهاش بشه رفت جنگ. میخوام اینو بهتون بگم بچه‌ها، واقعا شجاعت خیلی مهمه تو زندگی و شما اون آدم‌هایی که میخواید بهشون دسترسی داشته باشید، ذهنتون رو باز بکنن رو جاهای عادی نمیتونید پیدا بکنید. یه ذره واسه این موضوع خرج کنید، تو شهر خودتون یه ذره محیطاتون رو عوض کنید. کسی رو انتخاب کنید که باهاش بشه رفت جنگ.